در ناحیه پنج ولایت ختلان حادثه دهشتباری قتل یک دختر مهمان از ناحیه وخش صورت گرفت. خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. ساکن 27 ساله ناحیه پنج دوگانه خود از ناحیه وخش که به مهمانیش آمده بود، اول با تبر زده و سپس با سیم بوغی کرده به هلاکت رسانده است. به اطلاع منبع حادثه مذکور در دهه اقصای این ناحیه در خانواده بابولوف‌ها رخ داده است. دختر این خانواده دلربا بابولووای 27 ساله با شریفا و شاعره 21 ساله از ناحیه وخش دوستی پیدا نموده به خانه همدیگر رفت و آمد داشتند. منبع می‌افزاید این نوبت شاعره مهمانی دلربا شده در اتاق خوابی او نوشاکی‌های زیادی اسپریتی استعمال نموده. پس از سرخوش شدن میان آنها مناقشه سر زد و همدیگر را شدیداً کوفتند. به نقل دلربا او به مهمان خود تهدید نموده است که اگر سرش را یک بار دیگر ویران کند با تبر می‌کشد. خواستم تبر آوردم، گفتم اگر سری مرا ویران کنی با تبر میزنم. دراز کشیدم، وی باز حقارت کرد. خواستم با تبر به سرش زدم، میگوید دلربا. پس از این مهماندار چون دید که دوگانه او آغشته خون است، بیرون برآمده سیم آورد و با همان سیم بوغی کرده به هلاکت رساند. ضمناً خود داخل انجامخانه در آمده خواست خود را آویزد، ولی پیوندان او آگاه شده فرزندشان را از دم مرگ نجات دادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید فعلا نسبت با بولاوا طبق ماده 104 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی بازگردیده تفتیشات ادامه دارد.